معلم فن زبان ادبیات روس 28 سال معلم کار کردم. اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان، اشتراکچی دوم فستیوال عمومی جهانی عراق، ایران، افغانستان 3 دولت. اما بپره بابای فیضالی لبک حاضر بسیار گپ و کلوچو است که مسجدها بسته می شوند گویا اجازت عبادت نیست. اینا شما در سر راه شاهراه دوشنبه کلوب بله. این دهه چی داره؟ درخشان یک پیش چی داره؟ جربلاق جربلاق یا خود درخشان یک مسجد ساخته. این را کی ساخته؟ اینقدر شرایط هست. آیا یگان کس مثلا خلل میرسوند؟ حکومت میگه نخونید نماز یا چی هست همین؟ ما شکرانه آزادی دولت میکنیم، شکرانه ملت میکنیم، شکرانه جناب عالی میکنیم که برای ما اینقدر آزادی داده است. در مسجد آزادانه نماز میخونیم. از کدام سال این مسجد؟ بعد جنگ‌های همین شهروندی همین مسجد ساخته بودیم. سال 1992 94 ساخته بودیم. تا این جانب فعالیت دارد با نام حضرت امام اعظم است. مسجد سر خطیب داریم. ما همچون هم خدمتگار مسجد هم متولی مسجد همینجا خدمت میکنم. معاش از کدام سال؟ معاش نمیگیرم، ایپلی پنسم. یعنی که شما اختیاران آمدم ایپلی پنسم. این همینجا هم آب تامین میکنم، هم صابون، هم بومگشه. خدا را شکر. ما شکرانه آزادی، شکرانه تینجی دولت ما میکنم. این قدر تینجی های روز وحدت از پاگو صلح آرامی. ما این صلح آخی چی بگم، ما خاکی پای تاجیکستان بوسه میکنم. وقتی جنگ شهروندی بود ما نون خوردن نمیتونستیم، از خانه بر اومدن نمیتونستیم. از ترس هزار بار شکرانه میکنیم که آزادانه میکردیم، آزادانه سخن میگیم. بار دیگر بر بگردیم سر همین مسجدی که شما اینجا ساخته اید. یعنی که این از پول خیریه مردم است یا چیز؟ در این جایی که عموما آب نیست. من میبینم که شما آبی گرم، خنک، حاجتخانه، طهارتخانه های زمانوی دارید. همین کی ساخته است؟ همین ساختمان اولش بابای ایشون سیفالدین ساخت. متریالش آورد، همش با یاردم خلق ساخته با انجام رسوندیم. اینا مرحمت با آستا عبود کرده استیم. همین آب اینا را کی میبره؟ آب ما میخریم. یک ماشینش 350 سومون میخریم. اینجا هم اینجا رایگان است. رایگان اینجا رایگان طهارت رایگان یگان تین مو نمیگیریم. اومن نیست. اگر یگان نفر خیریت کند پیش نکند رایگان های. واقعا هم من بارهاست اینجا میایم و با چشم سر دیدم که در اینجا تمامی خدمت رسانی که هست و حاضر شما میبینید رایگان برای مونده شده. بله. یک نشون میدادید. پالاتینسه داریم. صورت رو کشیدگی. این کفشای برای طهارت. این کفشا برای طهارت میکنه مسافر رو. این کفشا رو میپوشن، طهارت میکنه. همون جمعه ما تازه کده بنداری میمونیم. این پالاتینسو برای رو تازه کنی. سچا برای روی. این پالاتینسو باشه سچا برای پای. برای پودوزه کنی علاوه سچا داریم. این نبیره مرا همچون اپیراسه کنی کمک میکنه. کمک میکنه نبیره. اینا آب پر میکنن. این کوزه ها برای تامین کردن آب، پر کردن آب. یگان تیم این نمیگیره. یگان کس خدمت رایگان است. مثلا شده است که بگن که شما نماز نخونید، نه آید، این گپا نیست. یعنی همونجا نماز نمیخونید. سلامت میشونید. در این بی‌آبی شما گفتید پیوند هستند. با چه پیوند شده؟ این گل ها در خوچ پیوندند. در خوچ پیوند کرد تا زمستون اینا گل میکنن. برای چی در خوچ پیوند؟ اینا آب کم طلب میکنن. یعنی ریشه خوچ است. در گل پیوند کرده. در همین بی‌آبی. برای هم بی‌آبی که آب کم طلب میکنه یا برای همین ما ببینید بابای فیضالی کار کرده است که شاید میچوری نکرده باشد. اونجا درخت دارم پیوند در یک تو 4 نمود پیوند است.
дар як ту. дар як тут 4 намуд пайванд. ин арчаҳо чи арчо об Арчаҳоро дар як ҳафта 2 бор об метавонам. об метавонад. об метавонам. Як ва 12 ташкил мекунам, мегум биёр бачам буред, обшои пили пенсам. ин гулҳоро мо дар ягон ҷо надидем. ин гулҳоро бобои Файзалӣ ин гулҳо асосаш ватанаш аз Кашмири Ҳиндустон аст. кашмири Ҳиндустон. ҳамин тирамоқ кишид сабсар гул мекуна барои асаб ором кардан аст. тамошо мекунӣ асаби одам ором мешавад. ин гула ки оварда? Чӣ хел ин оварда? як ҳамкурси мо оварда мара дод. Ман гирифтам ҳамҷа тӯша чошидам. Ина 2 солай ман ҳамира истифода мебарам дар ин масҷид. ина ишам гулай. Печон. гули ошиқи пеш. عاشق پیچان نگاه کرده خودش پوچه داره میقبه دیگه نه شمال اینا کارا میگیره نه گوجی قبیله میگیره دیگه ин гули шому саҳар این аст. گلی شما سهر чанд намуд гул дорад дар ин ҷо? 16 18 نمود گله ин ҷо дарахти тут. اینا یک گلی دیگه اینجا بیان مرحمت اینا این هم گل میکنه هم میوهش برای آدمای کمخون آدمی که خونش کمه 10 دانه میوه همیره میخوره خونش جوش داد باز تنوید میشه ин кактус аст. کاکتوس میوهش برای آدمای کمخون کودکای خونشون کمه زنهایی که تولد میکنن خونشون کمه 10 دانهش میتون هم ثواب میشوه هم خун ҷоша мегирад. خون جوش میگیره نگاه کن برداشت نگاه توتی افغانی توتی رخشک توتی بدانه توتی دونه‌دار اینه مرحمت پایمانده чор намуди тут 4 дар як نمودی تو бадан, در یک дар як тана. انا اینجا ببینن این سال ما پایوند کردم اینا مرحمت پایوند یعنی سال ما 1 2 3 4 نمود 5 نمود توت اینجا 1 2 3 4 5 نمود توت панҷ намуд. این همی سال پایوند کردم ин шашумаш хуш кидааст. این خوش کده این من شایجا برده با پایوند میکنم бо пайванд. ина шумо ягон ҷо хондагиед ё ки аз пеш من худ? از بیبی و بابام یاد گرفتم با یک چیز دیگر ایشون تو بتون بیا. بابام حساری بابا حساری ای بابا حساری اشورالی پدر ما تولد می شود ای حساری من فیضلی бобои ана- ҳисор дар ҳисор таваллуд. در حسار تولد می شود و گریز شده میره و بالجوان Аҳа. بالجوان ده پدر ما تولد می شود ای پدر ما دنگره میاد دنگره من تولد می شود در دنگره шумо чанд солаед? من 71 ساله 71 сола ки дарахти نگاه که این همی درخت نمی بست من همی اخته کردم ای بابام شنده اخته؟ اخته این نگاه که این همی درخت این همی جشت افغانه زدم ندیدی همی سر بنافده میبنده این اخته کردن میزن ахта карда. درخت اخته کردن шояд ҳомиладор кунӣ اوه بله بله бордор мешавад. باردار میشود ин гули ғармаш аст. گلی غرمش ин гули ғармаш چند دوایی دارد اگر یگان حیوانی که گیراندگی داشته باشه آدم چای کده آدم بخوره همون گره شکم بوی میشه ҳайвон дошт. حیوان هم آتله کده میتی دمیشش کن میشه ин гули ғармаш گلی кам غرمش. об мехӯрад. کمی بیوب هم میشه беоб ҳам мешавад. بیوب هم میشه хуб акун баргардем дар бораи ҳамин бинои масҷид. ин соли 92 сохтем. мо даромадем намоз хондем дар инҷа кондитсионерҳо кор мекунанд بله بله тамоми шароит ҳаст ва муҳимтар аз ҳама ҳар нафаре ки медарояд шумо бо дасти худ кафшонро пеши по мемонед ва як қошуқи قاشقی кафшпӯшӣ ношка мегузоред ба чӣ худ با خاطری که گوش که از همه چیز حرمت آدم بالا است وقتی که پروردگار آدم آفرید برای آدم قرآن آفرید برای آدابش ای همه چیز حرمت انسان بالا است در نزد پروردگار هم در نزد همه آدم باید آدم حرمت کنه охиран ҳам беҳуда намегӯянд ки май бихӯр мусҳаф бисӯзу Бале. оташан дар каъба зан زن сокини будхона бошу мардумозорӣ макун. مردم آزاری مکن чор гуноҳи кабираи бузург аст мегӯяд. ҳатто ҳамонҳоро ҳам кун худо мебахшад дили мардумро наёзад. من حتی بچه ها میگم که دو بچه دارم میگم 100 مش به خودت بگی یه مش یک کسا نزن ина модари ман мегуфт 100 мушта ба худ Ба гир худ дар гир. майдон бош О.
یک مشت با کس ندهیم در کهدان در کادوش بله 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 واقعا هم شما تا جایی که من میدونم و گفته بده پدر و مادری ما رو هم میشناسیم همجا راهساز بودن همه جا کار راهساز میکرد. بودن بابای اسمت گفتنی بود بابای بله. قیم گفتنی بود بابای میرزا گفتنی بود بابای با میزراب. همراه میزراب با همراه همه کار میکردن بابا میزرا پدر انا ما پدر شما باشه بسیار خوب سلامت باشه شما یک جا من کار میشناسم میکرد ما یک جا یعنی کار ما میکردیم پدر آشنایی پدر آشنا بله این چی گازت از در دست شما؟ گازت SSR خواننده ها و بیننده های یوتیوب کانال SSSR ما غافلا به اینجا در آمدیم و در دست بابای فیضلی دو شماره گازت اسر شما گازت اسر میخونید من بسیار دوست میدارم میخونم حقیقت رو مینویسم بسیار خوب مقاله خوب است در این من دوست میدارم کدام صحیفه‌اش معقول است کدام روبریک‌ها صحیفه اول و مابین آخرش هم بسیار همه صحیفه‌اش با من معقول است میخونم هم با روسی و هم با تاجیکی با روسی هم مینویسید مینویسن با روسی هم میبینم که در این نشر میشود ببینید میگن که مسجدها آزاد نیستند آزاد هست میگویند که دموکراتیا نیست گازت ها حقیقت رو نمی نویسند همین گازت اسر حقیقت رو می گازت نویسند SSR در حقیقتا حقیقت مینویسن اون بعد کردن آدم بدیست در جواب بد بدی نادمیست شعر استاد سیدعلی ولی زاده مسجد تازه آزاده هر یک ساعت پس یک تا ادیکالون میزنم که بوی شروع کنه بوی ساز در تمام آدم در انسان میفورد این مسجد آزاده همه شرایط مهیا آزادانه نماز میخونن این مسجد با تمام شرایطش مهیا است آزادانه مردم نماز میخونن 3,500 ماشین میگیرن مرحمت 8 کامera در درون و بیرون مسجد زدگی مرحمت تمام گوشه مسجد در نظارت است واقعا هم بیننده گرامی تمامی درآمدی که از اینجا هست همین صندوق خیریه است که کدام نفر چند پولی که خواهد در اینجا میپردازد نخواهد نه بله بله و اما ما ببینید یکم کسا مجبور نمیکنیم طوری که حاضر ما شاهد هستیم این مسجد امام اعظم در شهرهای کلوب وجود دارد و این گونه مسجدها هستند زیاد هستند و کسی به یگان نفر سر و کار ندارد و اون نفرانی که امروز داد و ولوله و غوغا میبردارند که در تاجیکستان دین آزاد نیست مسجدها را میبندند سطرها را میگیرند در اینجا ببینید زنهای هستند که رویمال و داکه صفر به مسئله سطر تاجیکی لباس ملی دارند و اون نفرانی که میگویند که مسجدها بسته میشوند با مردم مسلمان امکانیت طاعت عبادت نیست زنهای مسلمان را خوار و زار میکنند روشانه سیاه میکنند این مسجدها هستند این زنهایی که خدمت میرسونند مرحمت یک نوع و اون نفرانی که میگویند که گویا همه بسته است و به هیچ کس آزادی نمیدهند اونها را نمکی وطن و نمکی مسجدهای وطن میزند کور میکند ما میتوانیم از گفت است که نکنید هیچ که هیچی نبوده در خدمت مجتهد برو چینده سلامت باشه شما خدا برکت دختر جان چیه یگان کس میگه شما که نمول نبند چی میگه اون کس کار داره سلامت باشه یک دعا برای خواننده های ما و بینندگان یوتیوب کانال SSR پروردگار همه خواننده ها و بینندگان و عموما همه شما را عمری دراز تنی صحت دل بیغم وقتی خوش پروردگار عجیمی آفت های زمین عثمانی نگهتون داره همین خیلی دولت من تینجی آسایشته باشه و آباد باشه شاد و خورم همیشه شاد و خورم باشه آباد باشه پروردگار در امانت خدا باشه خانوت با خدا بگوید خدا نگهبان تماشا میمون رو بگیرم